ساعت با وقتی پراگ رسو 15 است و برنامه اخباری آزادی تقدیم از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، نخست با سرخط موضوعهای شما را آشنا می‌کنیم که امروز 30 ایول اطرافشان صحبت خواهیم داشت. نه فروخته می‌توانند نه به اجاره دادند. دارایی سیاستمداران بازداشت شده توجیک و نزدیکان آنها حبس شده است. هدف کم کردن صدمه هاست و یا وسیله نوی فشار به مهاجران. در روسیه مبلغ جریمه را برای رانندگان سمکت ها بالا میبرند. کاری وزن اخی بچه ها بسیار سلامتی که دست نتینگیده این کار سابقتره. و بحث لباس ملی و بیگانه در کمیته دین. رئیس این نهاد گفت لباس توصیوی برای ساکنان به زودی پیشنهاد می شود. نیموریونی که تماما به ملت ما بیگانه هست اون رو هم در نظر داریم که توصیه داده نمی شود. مقامات انتظامی تاجیکستان حساب‌های بانکی 5 سیاستمدار و نزدیکان آنها را بستند. به گفته منابع رادیو آزادی، حساب‌های بانکی رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان سید جعفر عثمانزاده، وزیر پیشین کارهای خارجی امراخان ظریفی، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کومیلزاده و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف، رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان اکبرشاه اسکندرов و نزدیکانشان بسته شده است و خانواده های آنها از حق فروختن خانه و ماشین و اموال دیگر محروم گشتند. مقامات در این میان فقط سید جعفر عثمانزاده را که ماه گذشته دستگیر شد به تلاش برای غصب حکومت متهم کردند. درباره بقیه چیزی نگفتند. رئیس کمیته دین و تنظیم عنعنه میگوید مقامات بر سر تهیه لباس توصیوی برای ساکنان کار کرده ایستادند. مسئله لباسی به اصطلاح بیگانه که با قبول قانون نوی تنظیم پوشیدن آن منع شد، موضوع بحث در نشست مطبوعاتی کمیته دین بود. مفتی تاجیکستان هم در حضور خبرنگاران فتوای اخیری شورای علما را شرح داد. مراجع بیوسفی و امیر ایسویف در این نشست شرکت داشتند. قانون نوی تنظیم و لباس بیگانه در نشست کمیته دین بحث گرمی را میان خبرنگاران و مسئولین این نهاد به میان آورد. سوال اساسی روزنامه‌نگاران این بود که مقامات روشنی اندازند کدام نماد لباس به اصطلاح بیگانه است. پاسخ رئیس کمیته دین چنین بود: در مسئله لباس بیگانه وقتی نزدیک روز 26 ایول شورای علمای تاجیکستان با نشر فتوای گفت زنان و دختران لباس تنگ، سیاه و حریر نپوشند. اگر لطف کنم توضیح بدم نکات این فتوایی که از طرف نهاد زیر نظر این کس صادر شد. هیچ نمودی رنگ یا دوخت یا طرحی معین پیشکش کردگی نیست. و فتوای ما هم یعنی به همین مسئله است که دینی یعنی با لباس‌های ملی، یعنی مدامی که معیارهای شرعی رعایت می‌شود، شورای علما همون لباس‌های ملی رو توصیه می‌کنه. اون نیموریونی که تماماً به ملت ما بیگانه هست اون رو هم در نظر داریم که توصیه داده نمی‌شود. هم رئیس کمیته دین و هم مفتی تاجیکستان تلاش کردند ثابت کنند لباس ملی که مقامات آن را ترغیب می‌کنند مخالف دین اسلام نیست. اگر مقصدمون از سطح اون معیاری که مثلا دینی مبین اسلام برای پیروانش معین کرده باشد، اگر همون معیار رو با همین سر لباس ملی هم به جای آوردن ممکن است. مسئله پوشش لباس زنان بعد ماه می و قبول قانونی نوی تنظیم در تاجیکستان داغ شد. بر اساس این قانون پوشیدن لباس بیگانه در کشور منع است، اما مقامات تا حال معین نکردند که لباس بیگانه کدام است. مقامات میگویند با هدف ترغیب ارزش‌های ملی و پیشگیری مردم از افراطی شوی طرح‌های ملی را پیشنهاد می‌کنند، اما سازمان‌های حامی حقوق و برخی ساکنان این را محدود کردن آزادی مردم خوانده کار مقامات را تنقید کردند. رو می‌روم به موضوع دیگر. یک تشبوس نوی مقامات روس سبب نگرانی عمیق مهاجران آسیای مرکزی شده است. دوم دولتی روسیه پیشنهاد بالا بردن جریمه برای راننده‌های سمکت‌های برقی را قبول کرده است. هدف از این تصمیم کاهش صدمه‌ها گفته شده است، ولی مهاجران بر این باورند که این یک راه نوی فشار بالای آنها خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. هر روز بازداشت می‌کنند. در یک روز تا 3-4 بار.
ما یک گروه داریم و آنجا ما آنها را سگ و پرنده ها نام میبریم. می نویسیم که یک اتوبوسی سگ و پرنده ها ایستاده است و میگوییم که به آنجا نروید. کار کوریر یا باربری میان مهاجران در روسیه یک کار سرطلب است، ولی حالا کارمندان این نوع خدمت رسانی از ادامه کارشان نگرانند. وکیلان دومه دولتی در خوانش اول طرح قانون درباره الکتروسمکت ها را قبول کردند. بر اساس آن جریمه رانندگان این نوع نقلیات زیاد کرده می شود. اینجا میلیساها خیلی زیادند. وقتی آنها را میبینم زود با روی پیاده‌گردان میروم. قاعده حرکت برای دوچرخه و سمکت ها حالا ناروشن است. اگر شما با روی پیاده‌گرد روید، راهگذران شکایت میکنند که چرا با روی ماشین حرکت نمیکنید. اگر با آن راه روی، میلیساها تو را نگاه میدارند. ادیلت 4 سال باز در روسیه کوریر یا باربر است. برای صرفه وقت و پول در راه او الکترومپد خرید، ولی ماهای اخیر کارش مشکل شده است. من تاکسیمتر داشتم. در یک روز تقریباً 5000 روبل و بعضاً در روزهای بارانی تا 10000 هم کار میکنم. فهمیدم که جریمه را بالا میبرند. اکنون بین هر بنا پلیسی را نوبتداری و ما را تعقیب و بازداشت میکند. سندها را تفتیش و 800 روبل جریمه خواهند کرد. اگر تا 15 روز جریمه را پردازید 400 روبل میسپارید. حالا هزارها مهاجر از آسیای مرکزی در شرکت‌های دسترس کننده غذا کار میکنند. این کار نسبتاً آسان و درآمدناک حساب می شود. دست نتینگه این کار سابق‌تره. نظر بدی کارو. بعد کاری بسیار هر روزه پولا میگیرن. دست کارش کار میکنن. اگر طرح قانون قبول شود، این کار دیگر برای مهاجران فایده آور نخواهد بود. حجم جریمه از 500 تا به 30000 روبل زیاد می شود. امسال صدمه با این نوع نقلیات 2 برابر بیشتر شده است. متاسفانه حالتهای مرگاور هم هستند. اکثریت می‌خواهند که در این ساحه ترتیبات جاری شود. مهاجران در روسیه میگویند این تصمیم کاری آنها را سخت مشکل نموده، یک راه نوی فشار و رشوه‌ستانی خواهد شد. اگه که وازبین کشید واسه میکنه که وای که نشه دیگه چی کار وای نمیشه. دیگه کار کرده دیگه مجبوریم که بریم. فکر میکنم ما میتوانیم در قرقیزستان هم کار کنیم، اما آنجا معاش کم است. نصیب ماه نوامبر میروم. نمیگویم که دیگر بر نمیگردم. حالا کوشش دارم برای کار به اروپا روم. کارشناسان میگویند روسیه چون یک کشوری کاری نفوذ خود را در میان مهاجران از دست می‌دهد. کاهش قرب روبل و سخت شدن قانون‌های مهاجرت و افزایش تفتیش و بازداشت‌ها را آنها از سبب‌های مینامند که خواهش مهاجران را برای کار در این کشور کم کرده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در نشست خبری رئیس شهر خوجند فعالیت نامنتظم اتوبوس‌ها مویه بحث روزنامه‌نگاران گردید. 6 سال پیش با کمک بانک اروپایی تجدید و رشد در خوجند اتوبوس‌های نو پیدا شدند، ولی طول این سالها چندین مرتبه با مشکل مواجه گردیدند. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. حالت اتوبوس‌های حالت ریالیش ماش گفتم که ما حالا حرکت کردن مبلغ‌های سوبسیونی همش جابجا کرده. فردوس شریفزاده رئیس شهر خوجند سبب چند مدت فعال نبودن اتوبوس‌ها را شرح داد. رادیو آزادی اول همین ماه درباره قطع فعالیت اتوبوس‌ها گزارش داده بود و آن وقت موقع رسمی مقامات در این باره معلوم نبود. همکنون گفته می‌شود که مشکل مثل دفعه‌های پیشینه به مبلغ پرداخت نشده حکومت ربط دارد. برای مردم از 35 تا 40 عدد خدمت رسانی کرده است. همین یک ماه اخیر خدمت رسانی نکرد از صبحی که پرابلمی کمتر مالیوی بود. ما این مسئله حل کردیم. پول را هر ماه مسئله سودشوری مسئله مبلغ‌های مالیویش حل کردیم. مردم اکنون همین به عادت کردند که با اتوبوس گم شد. این موضوع در نشست خبری شهرداری خوجند موضوع بحث روزنامه‌نگاران گردید. همگی از آن اظهار نگرانی داشتند که چرا کار اتوبوس‌ها نامنظم است. کارخانه نقلیات مسافرکشان در خوجند سال 2018 از حساب 26 میلیون دلار گرانت بانک اروپایی بازسازی و رشد به فعالیت شروع کرده بود. در طول 6 سال مشکلات این کارخانه بارها رسانه‌ای گردید و چندین دفعه حرکت اتوبوس‌ها بازداشته شده، کارمندان آن به رخصتی بیمزد روانه گردیدند. بار آخر از آخر ماه می تا نیمه ماه ایول امسال چنین وضع تکرار شد. ساکنان میگویند که این بار اول نیست و به این وضع قریب که عادت کردند. هرچند چنین حالت مشکلات زیادی ایجاد میکند. برای چه یک روز ایتون شیر نیستم. ما خودم همه چیز پشتگی
چی میگن به هم میگه یا سلرکه نیست یا ریمونت هم. حالا کارخانه نقلات مسافرکشان در خوجند بیشتر از 100 اتوبوس دارد، ولی با بنا بر دچار شدن به مشکل مالی شمار قابل ملاحظه اتوبوس ها به حرکت نمیبرایند. تنظیم کار اتوبوس ها را حاکمیت محلی به دوش دارد و ماهانه برای فعالیت آن مبلغ جدا میکند. اما سری وقت جدا نشدن مبلغ کار این اداره مسافرکشانی را به مشکل مواجه کرده است. بعضی از کارمندان آن میگویند که چنین وضع پیش آمده مانعه جدی گرانت و کمک‌های بین‌المللی گردیده فعالیت منصفانه اداره و مقامات تاجیکستان را زیر سوال میبرد. حالا ساکنان و مسافران در خوجند امیدوارند که این مسئله به زودی راه حل خود را مییابد و تعداد بیشتری اتوبوس‌ها بر راه میبرایند. در تاجیکستان تا رفت شماره زیادی ساکنان برای زیبا شدن خود را زیر تیغ جراحی پلاستیکی میگذارند. در گذشته آنهایی که مبلغ کافی داشتند برای انجام چنین عملیات به خارج می رفتند، اما طلبات روزافزون در داخل تعداد مرکزهای کسمتولوژی را بیشتر نموده است. شلای عبدالله میگوید مقامات حالا میخواهند این ساحه تحت نظارت جدی گرفته شود. تصمیم است در تاجیکستان تنها به افراد اجازه انجام عملهای کسمتولوژی داده شود که معلومات عالی طبی و سند انجمن کسمتولوژ را داشته باشد. انجمن در حال تأسیس یابی است و در نزد وزارت تندرستی گروهی تشکیل شده کار از سنجش کسمتولوژ ها آغاز کردند. سنجش نمونه نشان داد که بسیاری وقت متخصصان معلومات پورا ندارند از کسمتولوژی. آدمایی که سرتیفیکات کسمتولوژ استعداد دارند و یا معلومات ندارند که حق ندارند هر خیل سوزانداروی و اپارات کسمتولوژی پروسیدورش گذرانند. در تاجیکستان سال تا سال بازار کسمتولوژ ها یا آنهایی که به تغییر چهره و اندام بانوان زیبایی پرست مشغولند نهایت گرم می شود. دختران زیاد می خواهند با راه سوزاندارو و جراحی شکل لب، پوست و چشم و روی خود را تغییر دهند. اما نه همیشه این کار را متخصصان یا جراحان کسبی انجام می دهند. به نزد ما مشتریان با شکایت‌های گوناگون می‌آیند. بعضی آنها پس از انجام عمل ناموفق به نام کسمتولوژ می‌آیند که معلومات طبی ندارند. من درباره نفران حرف می‌زنم که تنها کورس‌های 2-3 ماهه را ختم کرده به جراحی دست می‌زنند که بسیار جدی است و به عقیده من این کاملا نادرست است. ماه پیش دختری به ما مراجعت کرد که لبش نکراس شده بود. کسی در کدام کاشانه حسن به لبانش وازلین پر کرده است. این کاملا خطرناک است. سالهای اخیر چند موردی با مرگ انجام یافتن جراحی ها برای زیبایی هم پر سر و صدا شده بود. به گفته متخصصان سبب این بود است که چنین عملها را افرادی انجام می دهند که معلومات عالی طبی ندارند و با ختم یک کورس کوتاه به این کار مشغول شدند. کسمتولوژ یکم درجه دکتر هستند بعدن دیگرش، یعنی باید که همه وقت فکری سلامتی کنند بعد زیبایی. بنا به آمار رسمی فعلا در جمهوری 17 مرکز کسمتولوژی فعالیت دارند. 11 مرکز در شهر دوشنبه و 6 مرکز در شهر خوجند بودند. و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 30 ایول با رهبران جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری خبر داد که در این روز امام علی رحمان با مسعود پزشکیان پرزیدنت تازه انتخاب ایران ملاقات انجام داد و دو طرف همکاری‌های اقتصادی را بررسی کردند. امام علی رحمان همچنین با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران صحبت کرده است که سخن نهایی در سیاست‌های این کشور از اوست. از ضمن دیدار دو طرف درباره همکاری تاجیکستان و ایران و مسائل بین‌المللی و افزای منطقه گفتگو داشتند. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. البته خبرهای از این بیشتر را چون همیشه در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کردن میتوانید. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.